اونجاست. یا 5 دقیقه وقت داریم. فهمیدم. همی که تل گرفته مگه بیرون نشدن خیر میکنه. هر کی را ببینن پروایش ندارن میکشنش. چند بار دیگه برات بگویم. بیادر با خاطر شناختن اینجا زیاد پول مصرف کردیم. اگر شک کنن یا از ما کدام غلطی شود باز دیگه او آدم فراموش کنیم، امکان نداره که باز پیداش کنیم. اگه زیاد جدی بگیریش باز چیزی کردن نمیتونی. راحت باش. هوا گرم است. خوشم آمد. السلام علیکم. و علیکم السلام. همی تانکی را پر کن. بچشم. زیاد خسته شدی. من رانندگی میکنم. نه من خوب هستم. نمیخوایم کدام دلیل بشنو. تا تانک تیل بعدی چه قرار است؟ کجا میری بیادر؟ کربلا میریم. اما را اشتباه آمدین. ما عجله نداریم. زنده باشی. چرا کار نمیکنه؟ باید زودتر از اینجا بریم.
همین که گفتم خدا بنداز. بنداز. هلا هلا بدوید. استاچو حرکت کو. تو کی هستی؟ تو را کی روان کده؟ تا که ازت سوال نکردیم گپ نزن. باید از اینجا بریم. چند دقیقه بعد اینجا میرسن. به هر کی زنگ میزنین در زنگ بزنین. ازتون خواهش میکنم نجاتم بتین. مرا از اینجا بکشین. خواهش میکنم نجاتم بتین. نفر نجات دادی یا نه پولاد علمدار؟ قسمه که گپ زده بودیم پیش میریم. نفرت برات میارم. تو دخترم برم میتی. اگر چند دقیقه دیگه هم قصه کرده بری کلتونم میکشه. یه دفعه همراه دخترم از پیشت میرم. با شنیدن اوامر و قوانینت نه. فهمیدی یا نه؟ اگر این نفرت همینجا از بین میبرم. فهمیدی که چی گفتم؟ درست است. برات وعده دادیم. به هر اندازه که دخترت به تو مهم است، اما او آدم به من مهم است. حرکت که آدم مهم. حالا بخیر. هدف مهم ما در کدام ایستگاه است و کجا رسیده؟ گم خو نشدن می؟ نه خیر آقا. چند دقیقه بعد به خانهشان میرسن. از میدان هوایی بیرون شدن. دخترش و خانمش چی؟ هر دو نفرشان همراهش است. به رفیق تروریست زنگ زدی؟ بیادر جواب نداد. بازم زنگ میزنم. در کجا بود؟ در کو بالا شده؟ بیادر فراد چرا برات قدر مهم شده؟ زیاد گپ نزن.
تو خود گفته بودی او را حتما پیدا میکنم. کل کارهایت همه قسم است. اگه او آدم خدا گم کرده پس چی رقم پیدایش کنم؟ کسی که خدا گم کرده باید از تو رفیق تروریستت پرسان کنم. بیادر برام گفتی که کارا را برات یاد میتام، اما چیزی که برام یاد دادی گپ زدن است. ما همه قسم یاد گرفتی، با دردتو نمیخوره. کدام گپ است بیادر؟ نه، وقتی اینا اونجا باشن و آدم بیشرف چرا اینجا بیه؟ 100 دفعه به عبدالحی گفتم، به کاشف اغلو هم خبر روان کردیم، اما اگه اینا اینجا باشن او خود یوانه نیست که بیایه. میفهمن که اینا به خاطر شماستن. خودت متوجه خود بوده میتونی؟ میتونم. نمیتونم. با دستای خالی چی کردم میتونم. مادر جان بیازو ما اینجا هستیم، فقط 2 دقیقه تنها میمانیم. آدم در 2 دقیقه مرده میتونم. شما مداخله نکنین مادر. اگه افرادتان از اینجا دور کنین ما هم بچه خدا گرفته از اینجا میرم. مادر جان ما چیز نگفتیم، کل بچه ها اینجا هستن. حالا دیگه 1-2 گیلاس دوغ برای ما بیار که از تشنگی مردیم. چرا گپای مادرم اینقدر دل میگیری؟ چوب شو آدم، اگه نیده دوغ مزارم اندازه و ما را میکشه. کافی است از ما راضی باشه. با احتمال زیاد خارج از کشور رفته. اگه نه پیداش میکردم عبدالحی. آلپر، ما میگه پارم میفهمیم. استخباراتتان یک آدم پیدا نمیتونه. حال وضعیت تغییر کرده. ما هم زیاد کوشش میکنیم. هر جای دیده شود دستگیرش میکنیم. او آدم امرای ما کلان شده. من خوب میفهمم که چی کنم. باید از طریقه های دیگه استفاده کنیم. خودت میفهمی که رئیس به یاشار وعده داده که کاشف اغلو را برد میاره. هر دفعه که مشنوه که کاشف اغلو پیدا نشده از قار دیوانه میشه. آقا یاشار متوجه دختر خود بوده نتونست. باید متوجه بچه خود باشه. کسایی که در کار دخیل هستن بالاخره یک چیز را از دست میتن. بیادر نمیگه کی است. بیارش بچه ببینم یه آدم کی است که میگه دوست پدرت هستم. چرا نگفتین شما آمدین بیادر؟ بفرمایین. پیش از این نام نشان داشته، بعد از این چیز نداری. تمام انسانای مهم که بودن از بین بردنش. بیادر دولت ما زنده باشه. بسیار بی‌وفاست. دیدین که با پدرم چی کارا کردن. راست میگی، ما هم به شما وفا نکردیم. مرا یک دفعه پیش پدرت ببر. مهم است باید ببینمش. بیادر یعنی شما مرگ پدر ما باور ندارین؟ میفهمم که کارا زنده است. شما اشتباه میکنین بیادر. پدر ما مرده. با پدرت سلام ما باید برسونی. ما مثل او میمرم. اما اگه پیش از مرگ مرا ببینه گپای مهمه برش میگم. ما تا نمیفهمم قبرش در کجاست که رفته گپای تا برش بگویم. شکر که زنده نیست که این حالت دولتی ما را نمیتونه ببینه.
ای آشه ماشه نداره؟ ما قطعش کردم. کدام پیاله چای داری خلیفه؟ چای نیست. نه که چایم قطع کردی. بعد از این چایم نیست. بیش از یکی گردنت بزنم رنگت از اینجا گم کن. درسته ساقه. معلوم است چی میکنی؟ داستل تو چی میکنی خانم سارانبار؟ ما اظهاراتشون میگیرم. بیادر میشه به ما 2 دقیقه اجازه بدین؟ شما هم لطفا بیرون شوین. تو با کدام حق در موردی قضیه اظهارات مردم گرفتی؟ لیلا، هر دی ما خوب سعی میفهمیم مرزای غلوی خودکشی نکرده بود. او کشته شده. خب کدام دلیل داره بیادر؟ ما با چشمایم دیدم. خیلی برو با چشمای خودت تلش کن. هرس تو را واقعا کور ساخته. همراه من سعی گپ بزن. چیزی که دیدی معلوم است. کسی که کوشش کرده خود از کلکیم بندازه پولاد مماتی میخواستن مانیش شون. اونا از این آدم نفرت داشتن. خب چرا اجازه بتن به این سادگی بموره ها؟ تصاویر امنیتی کجاستن؟ بجایی که گپ از بپرسان کنی برو تصاویر پیدا کن. سارنوال هستی. بالای پلیس بیچاره فشار آورده میخوای علی پولاد و افرادش اسارت بتن؟ تو اول یک وکیل خوب شو، بعد از او از موکل طرفداری کن. اصل خوب میشه تو کارت یاد بگیری. اظهارات دروغین دیگه چی مانا؟ به خاطر دشمنی که کت پولاد داری خود امرای هر کس طرف میسازی. ما با هیچ کس دشمنی ندارم. در این صورت مماتی و پولاد اینجا بخوای اظهاراتشان هم اینجا بگی. اظهارات اونا آسان است. اول بان پیش خود کمی فکر کنن، بعدش نوبت اظهارات اونا میرسه. امر دستگیریشان آماده کردی همونطور است؟ لیلا میشه 2 دقیقه برام وقت بده؟ که کارم خلاص شد پیش تو میایم. امر دستگیری پولادشان بررسی میکنی نه؟ نه جانم، یک دوسیه دیگر هم میخواندم. تصمیم خودت در این باره چی است؟ لیلا امکان داره این سوال بدون تو کسی دیگه پرسان کنه؟ پرسان نمیکنه. از همین خاطر باید پرسان کنم. سر تصامیم ما شک داری؟ کسی که سرش اعتماد کردن میتونم او تو هستی. هم به عنوان یک انسان هم به عنوان یک قاضی. اما فرید به خاطر من دوسیه را آماده میکنه. من قناعت آوان هستم که حتی ایرام نمیفهمم. تو نیست. نمیفهمم، هیچ چیز نمیفهمم. پیش فرید بودم، مرا زیاد عصبانی ساخت و بعد از او اینجا باز آمدم. بسیار اشتباه بزرگ کردی دختر. اگر کارت با زندگی شخصیت یک جای کنی. زندگی شخصی چی؟ من موضوع را میفهمم. هر کس که می بود عین عکس العمل نشان میدادم. در هر کار مشوره کو، پرسان کو که گپ چی است. اما وقت موضوع پولاد باشه هیچ کس نباید به خود بخوره. خلاص هرچی نباشه تو خو مرا میشناسی. ایران میفهمی که زامن پولادشان مستم. چیزی که میبینم قارت نسبت به فرید است یا عشقت نسبت به پولاد. ها دایام پولاد دخیل میسازی. بعد از سال عاشق شدیم چرا بانم که زندانی شوه؟ همه تو نیست؟ اوه خدا، خوب بالاخره اعتراف کردی. دیدی که من قاضی هستم چه قسم از دانت گپ گرفتم؟
اگه به هر گپ مردم باور کنی باز باید بگویم ناخت را قاضی ساختن. نیکی برای تالپر دروغ گفته چطور؟ در استخبارات دروغ نیست بیادر. اگر نان خوردی نفسم کشیده میتونی، حقیقتام پت میتونی. یعنی ما هیچ وقت در استخبارات کار کردن نمیتونم ها؟ چرا؟ نیکی زیاد دروغ میگی چطور؟ میخوایی بگوییم از زیاد دروغ گفته؟ بیادر فکر کردی کسی به تو دروغ گفته میتونه؟ اوه. خوش آمدی رئیس. خوش آمدی. خوش باشین. رئیس ریشه دا. قسم خوردیم مماتی تا او گجدم نکشتیم تراش نمیکنم. برد نمود میته رئیس. رئیس کدام نفر د امبولانس باشه بالایی مردم هیچ اعتبار نیست. کدام کار کنن سرشان نمیزنن. مماتی اونا هیچ چیز نمیکنن. رئیس اگه کدام کار کنن باز چی؟ نمیکنن. و آدم از بین میبرم رئیس. پیش فیلر میریم. کار کاشف اغلو چطور شد؟ عبدالحی او را تعقیب میکنه اما در هیچ جای نیست. پیش امید یک عالم نفر استاد کده. مادر امیدم میگه اینا باید اونجا باشن. کاشف از آدمای سابق است. تا مطمئن نشه خطر قبول نمیکنه. خب باید از کجا شروع کنیم؟ از جاهای مختلف بخیر. برات گفته بودم که نجاتت میتم. امید خدا هیچ وقت از دست نداده. آقا پولاد علمدار پس به خانه آمده. فیلر کجاست؟ من اینجا هستم پولاد علمدار. فکر میکنی پیش از بغل کردن دخترم تو را میکشم؟ فکر میکنم حال دیگه ما دو نفر دوست هستیم. بین دوستا گپ کشتن وجود نداره. دوستا به هم دیگهشون دروغ نمیگن. با وعده خود وفا کردم. نوبت تو است. دخترم برم بده. دخترت در استانبول است. بشه یک دوست بسیار خوب ما است. افرادم تمام معلومات ضروری را برات میتن. همین که دخترت در بغلت گرفتی لطفاً از طرف من ببوسش.
بشنوین دوستا، بسیار زیاد تشکر. کل ما خسته هستیم. لوازم با سما جمع میکنیم. میبرمش به اتاقش، بتینش به من. لطفاً با توجهش درست باشید. است. بریم قندم. آقا میفهمم به خاطر گفتنی گپ نه وقت است، اما بعضی نکات هستن که حتما باید برتان بگویم. همیشه دولت ترکیه مثل دوستم بوده، مثل خانه خود در اینجا امن است. دوسیه معلومات فیلر را آوردی؟ ایره بگو چی وقت پس به امریکا میره؟ برام گفتن کلگی منتظر آمدن شما هستن آقا. بیشتر از این دیگه چیزی نمیفهمم. زیاد کشه و باز هفته آینده تسلیمش میکنن. اما کار خودم انجام میدم. منتظر هفته آینده نمی باشم. صبح که راپور خلاص شد باز به فیلر میتامش. درست است؟ درست است آقا. چرا دختر پولادنم داره برش دادی؟ ما فقط آدرس جایش دادیم. اگر پولاد دختر خدا بگیره، بزرگترین دشمنم از صحنه بیرون میشه، به شمول خود پولاد. اما اگر نگیره، او وقت خود پولاد از بین میره. راه حل مقابله با بزرگترین دشمن خدا یک قسم دیگه پیدا میکنه. خب دشمن بزرگ تو کی هست؟ اولاد جدید تیم CIA است. اولاد او خونمه شد و تو هم دختر پولاده با او دادی. امریکا تو یک دولت بزرگ است که به ما همه چیز داده. قدرت داده، پول داده، شهرت داده. همه تو فامیلام. حتی طفل را که خدا به ما نمیداد او داد. منتظر چی بودی رئیس؟ طبعی است که فیلرمو تو میکرد. بیا در اگان چیز به خوردن آماده کنن. نه اورهان نیاز نیست. امروز اونجا میریم رئیس. اول ببینیم که اینا کی هستن، از کجا هستن. باز شب حرکت میکنیم. در خانه کسی هست؟ خانم سارنوال است. او آدم کی است؟ کسی که سری فیلر فیر کرده بود. نشد دربارش زیاد پرسان کنم. گفتن چرا پرسان میکنی؟ گفتی سرش فایر کرده یعنی دشمن فیلر است؟ یعنی چی؟ ایلیف ما را به دشمنمون تسلیم کرده؟ فیلر خود زیاد هوشیار میگه. فکر میکنه از کلی چیز خبر داره. عقل باید دکله باشه. اگه نه باز بسیار ضرر خود کرد. نظیفه مادر؟ نمیخورم دخترم. اما شما چاشتم چیز نخوردی نظیفه مادر. خی میگی چی کنم؟ اگه بخورم استاد شده نمیتونم. گشنه نیستم. عمر پدر نان نمیخورن. دخترم پدنوسا برام محبت میبرمش. اگه تو نان نخوری باز مام نان نمیخورم خانم.
آقا چی رب داره؟ بلیاز خدا سرم فشار نبیار. اگر نخوری برای چی فایده میرسونه؟ اگه بخورم باز فایده میکنه. اگر خدا بخواه فایده میکنه، اما اگر تو خود قوی نگیری هیچ چیزی نمیشه. من از این حالت خود خوش هستم. اما من از این حالت تو هیچ خوش نیستم جانم. من زنه نبودم که باید تی روزاره می دیدم. در تمام عمر خود به انسانان نان دادیم. من زنه نبودم که محتاج انسانای بیگانه شوم. تمام خوبی هایی که تا امروز کردی هم به خاطر خوشی الله و هم به خاطر خوشی خودت کردی، ایره فراموش نکن. دهی سن امتحان چیره میگیره. تا آخرین نفس تمامش امتحان است. اگر قوی باشی کل چیز میگذره. کسی که دستش کار نمیکنه یا چشمش نمیبینه او هم خوب بنده خدا سموتو نیست. اگر بگویی که آقا عمر تو دهی دنیا کل چیز داری باید خوشحال باشی، اما اگر از ما کسی پرسان کنه برش میگم خوشی هایم ای است که نزدیکایم پیشم باشن. نمیخوایم چشمای مقبول تا ای قسم پر عشق ببینم. پدر جان، نانتان تیار است. دلم خواست پدر صدایتان کنم. اگر ناراحت شده باشین باز. ما چرا ناراحت شوم دخترم؟ تو مرا بسیار خوش ساختی. من خورد بودم که پدرم از دست دادم. فکر میکردم بزرگترین غمم است. اما وقتی که شما را دیدم فهمیدم بزرگترین غم پدر از دست دادن دخترش است. شاید نتانم جای دخترتان بگیرم، اما مام دختر شماستم. بریم دخترم. خوش آمدی بچه. خوش باشی کاکا یاشار. مادرت کجاست کنان؟ سرش درد میکنه پدر. گفت نان نمیخورم. مماتی چطور تو اینجا روان کرد؟ پولاد بیادر میامد. درباره بعضی چیزا میخواستن گپ بزنن. پولاد بیادر کجا رفته بود که میاد؟ همیشه خارج از کشور رفت آمد میکنه. چی گپ از دیگه؟ هر جایی که رفته. چیزی را که از مادرم شنیدم گفتم. فقط تو خوش دارم که گپ بزنم. زیاد وقت میشه که پولادا ندیدیم. باید یک بار ببینمش.
نگفته بودم که دیگه نبیایی. نگفتم نباید رنگتو نبینم. درد چی است؟ چرا گپای من نمیگیری بچی بیقل؟ کاشف اغلو آمده بود شما رو ببینه پدر. برش بگو پدرم مرده. هر کس پرسون کرد بگو پدرم مرده. با من قسم برش گفتم. ما کت دولت جور آمدیم. کاشف اغلو بره. اول جان خدا نجات بده فهمیدی؟ بعد از این اگه مادرت و خواهرتون باشن پیش من نباید بیایی. اگه با چیز ضرورت داشتن خودم میایم. پدر تا چی وقت میخوایی قسم زندگی کنی؟ زندگی میکنم. اگه تو هم نمیخوایی بموری چیزی که میگم اما قسم کن. چرا سوایت نمیکشی؟ خواستم ببینم مسئله دستت چطور میگه. کل کارهای توایی است. حال هوایت رفته. مثل پوقانه شدی. لیداره هستی. بدون هوا زنده بودن نمیتونم. سیستم های هواکش زندان تغییر کرده. اگه یاشار یا پولاد دستگیرت کنن باز خواد فهمیدی. امرای وزیر ملاقات کردی؟ گرفتن نام تو پیش وزیر صاحب واقعا قلبه بزرگ میخوایم. اگه قلبت بزرگ نیستی کارا نکن. وقت انسانای مثل تو از بین بردم بازی کارا اعلام میکنم. حالا که پاکاری را شروع کردی جای زیروی را برات نشان میدم. زیروی کی است؟ کارا حالا که رئیس یک اداره هستی باید امضا کنی. اگه مرا تسلیم کنی باز هیچ کسی برات نمیگه آفرین. اما اگه یک آدم مرده را دستگیر کرده و تسلیم کنی باز کلگی برات میگن آفرین. تو کار مرا جور کن مام کارنامه به تو تسلیم میکنم. تو خو میفهمی که قدرت دارم. در این سرزمین بیشترین کارا را خودم مدیریت میکنم. بعضا میگم که تو کاترجاغلوی بزرگ هستی، دوستایت هستن، اما یک انسان دستگیر کردن نمیتونی. اول دشمن خود میشم، بعدا دشمن دوستای خود میشم. فکر میکنم تمامشون دانه دانه از بین میبرم. آقای آشاری حستانه درک میتونم. درک میتونی؟ تو هم دخترت از دست دادی. از این خاطر آمدکت تو هم دردی میکنم. میفهمم که نفرایت پشت کاشف اغلو میگردن. ما مطمئن هستم که افراد تو را پیدا کرده پس میارن. فقط میخوایم که تش گپ بزنم. زنده باشی. میخوایم فقط یک چیز برات بگویم. میفهمم که کاسه صبر تو هم لبریز شده، اما کمی دیگه هم برام وقت بده. فکر پولاد به چیزهای دیگه مشغول است. فکر نکنم به تعقیب کاشف اغلو باشه. شما با وعدتان وفا کردین آقا. در وقتش کارتان انجام دادین. انجام دادم، به وعده وفا کردم. بفرمایی. بیا داخل آلپر، بیا بشین. ایره بگو با کاشف اغلو چی کردی؟
آقا سرنخ پیدا کردیم. از او خاطر خواستم شما را ببینم. این مردم سالهای زیاده را داخل استخبارات سپری کردن. چیزایی را که میفهمن کمک میکنه. افراد زیاده را استخدام کردن، هم در خارج از کشور و هم بیرون از کشور. اگه اجازهتون باشه همراهشان با تفاهم میرسیم. نمیخوایم با کسی با تفاهم برسیم. آقا با طور کلی با تفاهم رسیدن نیست. با پلانای خود میتونیم مورد اختیار خود داشته باشیم. آلپر، با آخرین بار برات میگم، هر کسی که به ضد ما قیام میکنه گمشان کنین. سیاه، سرخ، سفید، عقاب، گلابی، یاغی، هیچ کدام اینا را دیگه نمیخوایم، چون فصلی آدم ها دیگه خلاص شده و باید در جای باشه که حقش هست. اگه چشمایت کار نمیکنه پیش دکتر برو بابا. مرا چی شده که پیش دکتر برومه؟ خود چشمایت کار نمیکنه نه؟ بیبی در سابقه سراخو کلان می بود و تارشم نازک می بود. حال تارا را دبل کردن و سراخایشم خورد است. دکلی چی میگرده که میخوای بگویی؟ میخوای عینک بزنم؟ کدام گرگ دیدی که عینک در چشم کده باشه؟ نه ندیدیم که عینک با چشم کده باشه، اما گرگای زیادی دیدیم که چشمایش کار نمیکنه و از درف دیدن. چی میکنی بابا؟ ایرمه ویرم تو بگیری. ایده میتون ایره کی میده کده؟ به خدا در پای کسی میره. یکی خوی بچه های جادم چیدنی نیسته. ایده چشم نمیخوری کلولی بابا. کسی خوبی زده چشم نمیخوره بابا. چی شده؟ نه که کدام خزانه سلطان محمود غزنوی را پیدا کردی؟ دولت گفت هیچ جای بچشم نمیخوری. کتی دولت یک تفاهم میکردی. دولت کتی تو چی کار داره بچیم؟ بابا گفت آدم خطرناک هستی. دیوانه شدی امداد؟ چرا کتی قسم مردم میگردی ها؟ میخواستم به خود کارت بانکی جور کنم. ای کار چی به درد میخوره بچیم؟ وقتی تیل و بسکت میخری نه کارت میتی باز از پول دور میته. تو را کی بگویه برو از تانگ تیل بخر؟ از دیپو میگرفتی و کلا پوچ. بابا این قپول قیمار ما شما چی کنین؟ رفتم گفتم که به من کارت بتین. گفت تو کی هستی؟ یعنی چی که تو کی هستی لوده؟ گفتم که من خودگی با وزیده هستم. خوب گفتن که ما با وزیدای تو نمیشناسیم. ما حتی نامشان چه نشنیدیم. قسم بشناسن باچه؟ ما چی وقت در بانک پول ماندیم ها؟ ما به بانک ضرورت نداریم. خانه ما بانک است. یک روزی خانه آتش میگیره و کل پولتانم آتش خواهد گرفت. کشتی های از این چرا غرق شده؟ چی بفهمم با خیالم فکر مدرن شدن با کلش آمده. چند روز بعد مغزش از کار مفته. ایام پس آدم میشه. چی بفهمم؟ باید کتی بیچاره کمک کنیم. اما باید چی کنیم؟ ما چم؟ ایله بیله
بابا بدو که پولا رفت. نه که او باشه دیوانه شده به خدا. به چی گفتی؟ پولا رفتن کجا رفتن؟ الو سایکو تو کجا رفته؟ پولا رو کی برده؟ آی از برای خدایی تو چی کردی لوده؟ خدا تو را بزنه. الو سایکو تو کی در داده ایره؟ بابا امی که داخل شدم یک دفعه دیدم که جا در گرفته. چی کار کردی تو؟ توبه سایکو ننداز تو برای ما بته باشکی رو پرتم. نه ننداز به خاطر که پولا خراب میشه. حالا برو بالون زده حریقه بیار اون علاقه همون جهله بودو. من میگم خداوندی کمایکتی داو کنه. نه این حالی شد یک کاری. او کتی لوده مغزه تو کار میکنه یا نه؟ ولی من اینقدر پول از کجا پیدا کنم؟ بابا اینو در بانک تبدیل میکنم. نه تبدیل نمیکنن، پولایم رفتن. نه دیگه نه پولایم در گرفته. حال من چطور کنم؟ جواری میخوایم. درست است جانم. بیا آهسته اینیشم میخوایم. آقا میشه لطفاً بگوین به دفتر چی وقت میریم؟ کار شروع نمیکنم. میخوایم که دختر خود باشم. چند میشه؟ 2 لیره.